درود خدمت تمام دوستان و مهندسین عزیز. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. بریم سراغ آموزش دیگه از سرفندهای اتوکد. خب وقتی ما روی آیکون اتوکد میزنیم، لوگو اتوکد رو به صورت پیشفرض به ما نشون میده. خب گاهن بین 30 ثانیه تا 40 ثانیه طول میکشه و روی بعضی از سیستم ها 1-2 دقیقه طول میکشه تا نرم افزار رو به طور کامل لود کنه و این از نظر من و خیلی ها حوصله سربره و دوست داریم زودتر وارد اتوکد بشیم. خب به نظر شما راه حلی وجود داره؟ 100% بله. خب واسه اینکه ما زودتر وارد اتوکد بشیم، اول میایم نرم افزار رو میبندیم، روی آیکون اتوکد راست کلیک میکنیم و از قسمت پراپرتیز و از منوی شورتکات و تارگت میایم آخرش که وایسادیم اسپیس رو میزنیم، بعد اسلش و عبارت نو لوگو رو تایپ میکنیم، نو لوگو، و روی اپلای میزنیم، سپس روی کانتینیو و اوکی میکنیم و یه بار دیگه میریم نرم افزار رو باز کنیم و همینجور که میبینید به جای 30 ثانیه تو 3 ثانیه میتونیم وارد اتوکد بشیم. تا آموزش دیگر بدرود.